سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب کلینیک تموم شد. من گفتم که یه مقدار میام صحبت بکنم باتون راجع به یه سری حالا مسائلی که بیشتر تو دایرکت پرسیده میشه. خب با اینکه حالا ما خیلی شاید پست گذاشتیم چند تا، شاید حالا همه ندیدن، گفتم یک بار دیگه اینجا بیام توضیح بدم. خیلی هنوز میپرسن راجع به فرق بین لبیوپلاستی و وژین‌انجلو. خب اصلا اینا کلا دو تا کار جدا هستن، دو تا پروسه اصلا جدا هستن و تاثیرات اصلا متفاوتی دارن. ببینین لبیوپلاستی در واقع اون تغییر ظاهری دستگاه ژنیتال خانم ها هستش که روی اون لبیه‌های کوچیک ما میایم حالا بسته به اون کاری که در واقع فرد میخواد انجام بده لبیوپلاستی یا حالا با یا بدون هودکتومی انجام میدیم که این خب میتونه توی خیلی از مشکلاتی که فرد ممکنه به خاطر اون لبیه‌های بزرگ داشته باشه، مثل حالا مشکل توی لباس پوشیدن، عفونت‌های مکرر یا حتی بالاخره شکل ظاهریش که بعد خب منجر به بهبود اعتماد به نفسش میشه، کمک بکنه. ولی داستان وژین‌انجلو کاملا متفاوته.